سلام دوستان، به جلسه سوم دوره مقدماتی افتر افکت خوش اومدین. تو این جلسه میخوایم راجع به کامپوزیشن صحبت بکنیم. اولین قدم برای ایجاد یک پروژه در افتر افکت اینه که شما بایستی یک کامپوزیشن مناسب بسازید. کامپوزیشن چیه؟ کامپوزیشن ها در حقیقت مثل یک محفظه هستن که لایه‌های مختلفی رو شامل عکس، موزیک، ویدیو و یا فایل‌های گرافیکی که ما تو محیط افتر افکت میسازیم رو داخل خودشون نگهداری میکنن و اونها رو به ترتیبی که ما براشون تعیین میکنیم نمایش میدن. دو راه اصلی برای تهیه کامپوزیشن داخل افتر افکت وجود داره. یکی این که وارد منوی کامپوزیشن بشیم و از اینجا گزینه نیو کامپوزیشن رو انتخاب بکنیم. به این ترتیب پنجره کامپوزیشن ستینگ برای ما باز میشه. تو قسمت کامپوزیشن نیم ما اسم کامپوزیشنمون رو میتونیم تعیین بکنیم. در قسمت پریست ها ما در واقع تعیین میکنیم که کامپوزیشنمون چه رزولوشنی داشته باشه و یا چه فریم ریتی داشته باشه و همینطور به صورت دستی هم میتونیم رزولوشن و یا فریم ریتش رو تعیین بکنیم. در قسمت دیوریشن هم ما میتونیم زمان کامپوزیشنمون رو تعیین بکنیم. در قسمت بک‌گراند کالر هم ما میتونیم رنگ کامپوزیشن رو تعیین بکنیم و این رنگ صرفاً برای راحتی کار ماست و در واقع تو خروجی ویدیو دیده نمیشه. خب من الان اینو کنسل میکنم. راه دوم این هستش که من میخوام کامپوزیشن دقیقاً با مشخصات ویدیوم ساخته بشه. یعنی یه ویدیو وارد پروژکت پنل کردم و میخوام که کامپوزیشن با مشخصات این ساخته بشه. مشخصات ویدیو رو همونطور که تو جلسه‌های قبل گفتم میتونیم تو پنجره پروژکت پنل مشاهده بکنیم. 1920 در 1080 و 29.97 فریم ریتش هستش. خب به این شکله که ما این ویدیو رو میگیریم میکشیم روی این دکمه کامپوزیشن و اینجا رها میکنیم. به این ترتیب یک کامپوزیشن برای ما میسازه و ویدیو ما رو به عنوان یک لایه داخل این کامپوزیشن قرار میده. خب حالا میخوایم که لوگوی خودمون رو هم به داخل این کامپوزیشن بیاریم. لایه لوگو رو از اینجا انتخاب میکنم و این رو میگیرم میکشم داخل کامپوزیشن. وقتی که لایه جدیدی رو میخوایم به کامپوزیشن اضافه کنیم، یک هایلایت آبی رنگی به ما نشون میده که جای این لایه جدید رو مشخص میکنه. یعنی ما اینو میتونیم بالای ویدیو و یا پایین لایه ویدیو رها بکنیم. من الان بالای ویدیو رها میکنم چون میخوام روی ویدیو باشه و بتونم ببینمش. خب حالا میخوایم تعیین بکنیم که از چه زمانی این لوگو ما نمایش داده بشه. تو این قسمت از تایملاین ما یک میله آبی رنگ میبینیم. این خط آبی رنگ در واقع مشخص میکنه که ما در چه تایمی از پروژه هستیم و میخوایم کارمون رو اون ثانیه انجام بدیم. مثلا من اینو الان روی ثانیه 2 قرار میدم. روی 2 ثانیه که قرارش بدم شما مشاهده میکنید که اینجا هم به ما نشون میده که ما الان در ثانیه دوم هستیم. خب برای اینکه لوگو رو در این ثانیه نمایش بدم دو راه داریم. یکی اینکه من این لایه لوگو رو انتخاب بکنم و از اینجا این لایه رو با کشیدن موس جابجا بکنم. این کار در واقع زمان کلی این لایه رو تغییر نمیده. مثلا توی پنل اینفو اگه نگاه بکنیم مشاهده میکنیم که دیوریشن این لایه‌مون همون 10 ثانیه هستش، فقط زمان شروعش شده 2 ثانیه و زمان پایانش 12 ثانیه است. راه دیگه این هستش که برمیگردیم به ثانیه 0، یعنی همون جایی که بوده. کنترل Z رو اگه بزنم در واقع به حالت اولیه برمیگردیم. راه دیگه این هستش که من موس رو به اول این لایه ببرم و موس تغییر شکل میده، به شکل 2 تا فلش چپ و راست در میاد. حالا میتونم کلیک کنم و این رو بکشم
بیارم تا همین ثانیه دوم. کلید شیفت رو اگه نگه بدارم این دقیقاً استیک میشه یا میچسبه به این نوار آبی رنگ. این کار زمان لایمون رو هم تغییر میده. یعنی الان توی اینفو پنل اگه نگاه بکنیم دیوریشن لایه لوگو ما به جای 10 ثانیه شده 8 ثانیه، ولی از ثانیه دوم شروع میشه و تا ثانیه دهم پایان پیدا میکنه. تا ثانیه 11 در واقع 10-27 یعنی 11. خب این کار به ما میگه که هر چی که قبل از ثانیه دوم بوده دیگه نمایش داده نمیشه. حالا تو این لوگو زیاد مشخص نیست، ولی توی ویدیو اگه ویدیو رو من جابجا بکنم در واقع میگه از ثانیه 2 به قبل چیزی نمایش داده نمیشه، ولی از ثانیه 2 به بعد نمایش داده میشه، که البته الان مد نظرمون جابجایی ویدیو نیست. بعضی موقع ها لازمه که ما دوباره به تنظیمات کامپوزیشنمون برگردیم و مثلا یه تغییراتی رو اون بدیم. یعنی الان من زمان این کامپوزیشن که 11 ثانیه هستش رو میخوام تغییرش بدم. برای این کار میام کامپوزیشن رو از پروژکت پنل انتخاب میکنم. کامپوزیشنمون اسمش ویدیو هست. منوی کامپوزیشن و از اینجا کامپوزیشن ستینگ رو انتخاب میکنم. دوباره همون پنجره کامپوزیشن ستینگ برای ما ایجاد میشه و من از اینجا زمانش رو روی 5 ثانیه میخوام قرار بدم. این رو هایلایت میکنم و عبارت 500 رو تایپ میکنم. وقتی که 500 رو تایپ میکنیم اینجا به ما نشون میده که زمان کامپوزیشنمون یعنی 5 ثانیه است و اوکی. به این ترتیب اینجا مشاهده میکنید که کامپوزیشن ما کوتاه شد و زمانش شد 5 ثانیه. راه دیگه ای هم که برای مراجعه به پنجره کامپوزیشن ستینگ هست این هستش که وقتی پنجره تایملاین روی این کامپوزیشن هستش ما با شورتکات کنترل کی دوباره میتونیم به پنجره کامپوزیشن ستینگ برگردیم و تغییراتی که میخوایم رو اینجا بدیم و نهایتا روی دکمه اوکی کلیک کنیم. خب الان من در واقع حالا یک کار دیگه هم میخوام ایجاد بکنم. میخوام یک شید رنگی بین ویدیو و لوگو قرار بدم تا این لوگوی ما در واقع یه ذره بارزتر دیده بشه. به منوی لایر میرم و از قسمت نیو گزینه سولید رو انتخاب میکنم. سولید ها چی هستن؟ سولید ها یک لایه های رنگی هستن که ما در محیط افتر افکت ایجاد میکنیم برای اینکه باشون کارهای مختلفی بکنیم. سولید رو که انتخاب بکنم پنجره سولید ستینگ برای ما باز میشه. در این قسمت ما میتونیم نام سولید رو مشخص بکنیم و از اینجا میتونیم ابعاد سولید رو مشخص بکنیم. دکمه Make Comp Size رو که بزنیم سولید ما رو دقیقاً منطبق با ابعاد کامپوزیشنمون تنظیم میکنه. از این قسمت هم ما میتونیم رنگ سولید رو انتخاب بکنیم. یعنی من این قطره چکون رو الان انتخاب میکنم و رنگ سولیدم رو تقریباً میخوام روی این رنگ آبی آسمون قرار بدم و اوکی میکنم. به این ترتیب برای ما یک لایه رنگی دقیقاً اندازه با کامپوزیشنمون میسازه. حالا جابجاش میکنم و میخوام این رو بین لایه لوگو و ویدیو قرارش بدم. به این ترتیب ویدیوی ما رفت زیر سولید و لوگوی ما اومد روی سولید قرار گرفت. حالا خیلی رنگش پررنگه و من اصلا ویدیو رو نمیبینم. برای اینکه بتونیم ویدیو رو ببینیم باید خاصیت اوپاسیتی این لایه سولید رو مقداری کم بکنیم. روی این فلش کوچیک بغل لایه سولید کلیک میکنیم و روی ترانسفورم کلیک میکنیم و به این ترتیب خاصیت‌های مختلفی که روی این لایه میتونیم اعمال بکنیم رو میبینیم. در اینجا اوپاسیتی هست که مشاهده میکنید روی 100% تنظیم شده و وقتی موس رو روی اوپاسیتی میبریم یک به شکل فلش دو سر در میاد، یعنی این که ما میتونیم این رو کم و زیادش بکنیم. میتونید با کلیک کردن و
کشیدن به چپ و راست میزان اوپاسیتی رو کم و زیاد بکنید و یا میتونید یک کلیک اینجا بکنید و این رو به صورت دستی وارد بکنید که من الان میذارمش روی 80%. به این ترتیب ویدیو ما به صورت کم رنگ زیر لایه سولید نمایش داده شد. خب همونطور که دیدید ما یک کامپوزیشن ساختیم که داخل اون لایه های مختلفی قرار گرفته. تو جلسه بعدی ما در واقع میخوایم در خصوص خاصیت های مختلف لایه ها و جابجایی آنها داخل کامپوزیشن صحبت بکنیم.